روزی که شیر درون تابلو زنده شد. روزی متوکل دستور داد تا یک جادوگر و شعبده‌باز ماهر هندی را به دربار بیاورند. او به جادوگر گفت: اگر بتوانی علی ابن محمد را در مجلس من شرمنده کنی و باعث 1000 دینار طلا به تو پاداش می‌دهم. مجلس بزرگی برپا شد و امام هادی علیه السلام را دعوت کردند. سفره غذا پهن شد و امام دست بردند تا قطعه نان بردارند. جادوگر هندی با استفاده از سحر کاری کرد که نان از دست امام پرید و به گوشه‌ای رفت. حضار خندیدند. امام دوباره دست بردند تا نان دیگری بردارند، اما باز هم نان پرید و دور شد. صدای خنده و تمسخر متوکل و درباریان بلند شد. یک تابلوی فرش شیر روی دیوار وجود داشت که روی آن تصویر یک شیر نقش بسته بود. امام هادی علیه السلام که این جسارت و توهین را دیدند، با دست اشاره کردند به شیر و فرمودند: او را بگیر. به اذن خدا ناگهان آن تصویر بیجان به یک شیر درنده و واقعی تبدیل شد. شیر غرش کنان به سمت جادوگر پرید و او را در مقابل چشمان وحشت زده متوکل و درباریان درید. سپس شیر دوباره به جای خود بازگشت و تبدیل به همان نقش و تصویر اولیه شد. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.